خیرسی از پیش آنها پیدا می شود. یکی آنها از ترس به بالای درخت می براید. دیگری ناچار به زمین خواب رفته خود را به مردن می اندازد. خرس نزد وی آمده او را بم می کشد. او از نفس کشی هم باز می ماند. خرس گمان می کند که وی مرده است. از نزدش می رود. دوستی که در بالای درخت بود پایان فرامده و این دوست می گوید: خرس در گوشت چی گفت؟ او می گوید: دوست مشمار آن که در نعمت زند، لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. و دوستان خود همیشه صادق و وفادار بماند.